یونانیان باستان بر این باور بودند که قده صنوبری وسیله‌ای برای وصل شدن به قلمروهای اندیشه است و یا مسیح اینگونه میگوید که چشم چراغ بدن است. اگر چشم شما روشن است، تمام بدن شما سرشار از نور خواهد بود. بودا این را به عنوان بیداری معنوی می‌داند. و در فلسفه آیورودا چشم سوم توسط چاکرای آجنا و در مصر باستان نماد چشم هوروس آینه ای از قرار دادن قده صنوبری در نیمرخ سر انسان است. و اگر گفته های رنه دکارت صحیح باشد و قده صنوبری صندلی روح باشد، این باور درست خواهد بود که قده صنوبری به عنوان حلقه اتصال بین جهان جسمی و معنوی عمل می کند. و یا به عبارت خیلی ساده تر، چشم سوم دروازه همه امور روانی است. تلپاتی، بصیرت، رویای شفاف و فرافکنی اختری. در حالی که چشم‌های جسمی جهان جسمی را درک می‌کنند، قده صنوبری یا همان چشم سوم جهان واقعی را می‌بیند.